زاغپور توپ عبور کرد، رسید به زاده عطار، خودش حرکت میکنه، یک و دو موفق. زاده عطار بازی رو به سمت راست میبرن. فرصت برای فولاد، انصاری حالا یه ارسال در دهانه دروازه، فرصت گلزنی برای فولاد در همین ابتدای کار. توپ رو فرزاد طیبی پور در اختیار میگیره، مصدوم همیشه و روی زمین میفته. چی بازی شده، بازی شمس‌زاده رو چادرملو 3-3 مساوی شده و استقلال همچنان 3-2 عقب هست از زوباهن. گلگهر جلوس ورزشگاه پاس شیراز برای اولین بار هست که مورد بهره برداری قرار میگیره. خیلی تلاش کردن که برسه به این بازی و فعلا برای فجرم خوشیوم بوده. ببینیم چه استفاده‌ای میکنن فولادی‌ها از این ضربه ایستگاهی. ضربه سر، فرصت برای فولاد. چه واکنشی نشون داد فرزاد طیبی پور، عالی واکنش نشون داد. سرابدانی یه 6 قدم بود و میتونست کار رو تمام بکنه، اما این دروازه‌بان به سوی دروازه فولاد حمله میکنه. یه بار دیگه حرکت خوب علی نژاد، خودش هست و دروازه. حالا یه پاس، فرصت برای بازیکنان ملوان. چه اشتباهی کرد سید علی یحیی‌زاده، چه فرصتی رو از دست داد. خیلی خوب بود فرصتش، یه مقداری راحت گرفت و سعید صادقی به تو زد. دو بازیکن فولاد، یه ضربه سر و یه فوق واکنش از فرزاد طیبی پور. چه واکنشی نشون داد روی ضربه سر دیدنی زاده عطار. این دروازه‌بان جوان ملوانی ها اجازه نداده مازیار زار کمبود فرعباسی رو احساس بکنه. توپ پشت مدافع ملوان خورد، اما سخت بود گرفتن این توپ. ملاحظه کنید پشت کمر کریمی و در تیم ملوان فرزاد طیبی پور درون دروازه است با یک نمایش بی‌نقص در نیمه اول. ضد حمله ملوانی ها رو ببینیم با علی نژاد و حرکت پا به توپش. کم تعداد هستن. یه پاس پشت پا برای جعفری، حالا اضافه میشن در سمت چپ. سلمانی و حالا فرصت برای ملوان و دروازه باز میشه. علی نژاد دروازه فولاد رو باز کرد. به تیم سابقش گلزنی میکنه، خوشحالی هم میکنه اتفاقا، اما نقش خود علی نژاد رو در این ضد حمله و ضربه دیدنی جعفر سلمانی رو دست کم نگیرید. جعفری است، پاسی که به سلمانی داد. این ضربه سلمانی تک دست حامد لک و ضربه علی نژاد به قعر دروازه فولاد، یک ضربه محکم و غیر قابل مهار. این دفع ناقص و دیگه فعلا حتی نتونستن توپ ارسال بکنن. ببینیم مزرعه چی کار میکنه با این توپ با تکنیک بالاش. حالا ارسال، فرصت برای فولاد. ضربه سر ضرب کشاورزی خیلی خوب زد پای چپ، اما از بالای دروازه شوتش به بیرون رفت. خیلی شوت خوبی زد. همین صحنه باعث شد یه مقداری هوادار فولاد مزرعه یه پاس خوب، فرصت برای فولاد و ضربه‌ای که از کنار دروازه به بیرون رفت. خیلی خوب بود پاس تو در یوسف مزرعه که در همین دقایق اندک هم نشون داده بازیکن خوبیه. این هم عباسی است که ضربش رو یه جورایی اومد سانت کنه، اما کنار دروازه توپش به بیرون رفت. پشت محوطه سینا خادمپور. یه بار دیگه فرصت برای ملوانی ها. حرکت خوبه بازیکنان جوانشون. یه ضربه خطرناک. ملوان بفرسته، باز هم این کار رو نکرد و داد به علی نعمتی. حالا علی نعمتی یه ارسال، یه موقعیت برای فولاد، یه ضربه یوسف مزرعه و چه نجات دروازه‌ای داشت دانیال ایری که ایستادگی کرد در مقابل توپ یوسف مزرعه. ضربه بلند علی نعمتی بی هدف. آن چیزی که مشخص بود فولاد از ابتدا تا انتها برنامه‌ای برای گلزنی نداشت، برخلاف تیم مازیار زاره که بسیار با برنامه و با نقشه وارد
بازی شد. بازیکنان خوبش رو در نیمه دوم به زمین فرستاد و این 3 امتیاز مبارک تیم مازیار هزاره و مردم انزلی باشه. امیدوارم که از تماشای این دیدار لذت برده باشید. شکست خانگی یحیی گل محمدی و فولادی که این پس به نظر میرسه روزهای آرامی رو در پیش رو نخواهد داشت.